اومد رمضان در تحکیم اتحاد و وحدت و همبستگی چی نقش داشته میتواند؟ روزه به خصوص ماه مبارک رمضان آمده است تا وحدت و یگانگی و اتحاد و همبستگی مردم را در جامعه پیاده کند. فرض گردیدن ماه مبارک رمضان این خودداری است، پرهیز کردن است از کارهای بد. پس در حیات همبستگی ببین وقتی که آدم روزه‌دار است باید بدزبان و بدرفتار نباشد، مردم آزار نباشد، تهمت و غیبت و مثلا رذیلت اخلاقی را باید ترک کند. علاوه بر این روحیه خیر احسان در دلش باید بیدار باشد و اظهار همدردی نسبت به نیازمندان بخصوص به بستگان و پیوندان باید بردوام باشد. این است که از نگاه اجتماعی و تأمین اتحاد و همبستگی را روزه تأمین میکند. روزه سبب میشود که اهل و عائله یک جای جمع میشوند و سرجمی افطار میکنند. از این از صبحش آغاز میشود تا افطارش. علاوه بر این طاعت عبادت های دست جمعی و گرسنگی عمومی که همه گرسنه هستند. کسی دیگر در فکر نفس و در فکر بدگویی این نیست. حتی ببینید چگونه سطح جنایت خواه نخواه، خواه بخواهیم نخواهیم، سطح جنایت در ماه مبارک رمضان به مراتب کاهش می‌یابد. در حدیث آمده است که اگر کسی روزه‌دار باشد و کسی دیگر اون را اگر تحقیر کند، ملامت کند، طعنه کند یا مذاق کند، طرف دیگر باید چیکار کنه؟ بگه که من روزه‌دار هستم و این روزه حفظ میکنم. سالم نگاه داشتن روزه‌داری این تامین اتحاد و همبستگی در جامعه است. از نگاه دیگر اظهار همدردی نسبت به نیازمندان و بیدار کردن روحیه خیر احسان و نیکی کردن به هموطنان این از نگاه اتحاد و همبستگی در جامعه پیاده میکنه.